الرحمن الرحیم. انسان میفهمد که اگر انتقاد بکند آیا این انتقاد سازنده است یا انتقام است. خودش میفهمد، یعنی غالبا میفهمد. خودش میفهمد که این که در این پست هست، پست را دوست دارد یا خدمت رو دوست دارد. این چون خدمت گزاره است دل بسته به این پست است، یا خیر دل بسته به این پست است. خدمت گذاری پیشش خیلی مهم نیست. خب ادعاشو میکند و میکند خدمت. عمده اون جهت است که انسان واقعا بداند که یک روزی جواب باید بدهد. هیچ شبهه در این نیست که ما یک روزی باید جواب بدیم. هر کدومون هر کاری انجام بدیم یه روز جواب میخواد. انتقاد بکنیم یه روز جواب میخواد. انتقام گیری باشد یه روز جواب میخواد. و بدرفتاری باشد یه روز جواب میخواد از ما. اینا ما باید حتما توجه بهش داشته باشیم و دارید توجه. یعنی هر کس مسلمان است اعتقاد به این که معاد است و همه چیز دست اون در اونجا رسیدگی میشد و حاضر است، این جزء اعتقادات اسلام است. بنابراین نباید اگر فرض بفرمایید که رئیس جمهور رفت دیگری آمد، رئیس جمهور برد کنار و مایوس بشد، نباید اون برد یه کاری که ازش میاد بکند و دلبستگی هم به او داشته باشد، به عنوان اینکه یه کاریست دارد میکند، نه به عنوان اینکه یه مقامیست دارد. اگر انسان در خودش ادراک کرد که من برم این بالا رو بگیرم، بداند که این کار شیطانیست، این کار ازش نمیاد. اگر در ذهنش این است که بریم یه کاری انجام بدیم برای جمهوری اسلام، این کار الهی است و ازش هم کار میاد. این محکی است که انسان خودش غالبا میتونه تشخیص بده. گاهی هم البته اشتباه دارد، یعنی گاهی هم بر خود انسان گاهی مخفی است مسائلی. بنابراین اگر چنانچه همین دولت شد و همین اشخاص شدن که به کارشون انجام میدن، اگر این نشد و یک کسی دیگری شد و یک جمعیت دیگری شدن، شما نباید از این جهت چیز باشید که ما رفتیم یک کس دیگه آمد. باید ببینید که اونجا میتونید کار بکنید یا نه. اونا هم که میاند اگر واقعا میخوان خدمت بکنن، برای اسلام خدمت بکنن، اونها هم پیش خدا معذورند. بعدم معلوم میشه چه کارند. و اگر اونا میخوان یه مقامی را اخذ بکنن، یه کاری را انجام بدن به واسطه اینکه مقام داشته باشن، اونا هم پیش خدا معلوم است و بعدم مؤاخذه خواهد شد. باید فکر کسانی که میخوان یک کاری بکنن باید فکر این باشن که شایسته این کار هستن یا نه. مسائل مهم است، مسئله دولت، مسئله ریاست جمهور، مسئله ریاست مجلس، مسئله قوه قضاییه، وزارت، همه اینها اهمیت دارد. اگر چنانچه انسان دنبال این باشد که حالا که من رئیس دولت هستم برم دنبال رفقایی که همراه من هستن کارآمد باشن یا نباشن، به این کار نداشته باشن، بداند که این کار شیطانی است. رئیس جمهورم اگر دنبال این باشد که وزرای تعیین بکند، معرفی بکند که اون وزرا فرمان بردار خودش باشن نه فرمان بردار اسلام، اونم بداند که این کار شیطان است، کار انسان متعهد نیست. و هر یک از ما این یه مسئله معیاری است برای همه که اگر چنانچه واقعا متعهد است، فرق نکند که حالا من وزیرم یا اینکه وکیل هستم یا اینکه کار دیگر ازم میاد، کار دیگر خرچشو بر کار برای اسلام میخوام کار